ما ایرانی ها different human the world and different people serve. چرت و پرت دارم میگم، اما خب گهگاه یه چیزایی از اون وسطاش در میاد که واقعا different human، یعنی متفاوت ترین جامعه دنیا هست. ما گریه کردنامون هم تو همین ماحصل با خارجی ها فرق میکنه. نگاه میکنی خارجی ها، دیدین تو فیلماشون وقتی گریه میکنن لحظه‌ای به چشمهای هم خیره میشن، بعد قطره اشک از گوشه چشم جاری میشه و این لرزش تو صورت اگر بیاد نیاد. وقت تو ایران طرف وقتی گریه میکنه حالت عادیه، یهو سوراخ‌های دماغ از نخود اندازه اسب آبی میشه. من نمیفهمم تو چطور میتونی اینقدر سوراخ‌های دماغو گشاد کنی؟ بعد از دو پهنا همینطور اشک میاد، لحظاتی بعد اشک با خلط قاطی میشه، قابل تشخیص نیست که الان خلط یا اشکی. در آخر سرم منجر به تهوع و استفراغ و غش و این چیزا. بابا هر چیزی حد و اندازه من